توی؟ بابات میخواد تو رقص کند نبیرم. بازی هم توی فرشیوی کریستر میخوای توی فرشیوی؟ توی فرشیوی. خوب سبین جان درست است که شما چند روز قبل صدمه کرده بودید؟ یاد نداد که امی دایاد میکم کم از ایبرمون زد. این وینواد تاکسی 33 بود. هم بچه که زد وینواد دوای بود. کم از نبود وینواد. خدا چیزی هست. قطعی عشقای خودتون باشین. عشقای دیگر رو در لذت نکنین. راست است که نام اصلی تو سبین جان نیو اوغلای است. مخلصی خودت زیاد است یا از دل 901. بیبی من برای که شوخ بود بابا ما گرفته. نه براشم شوخ برامد. بیبیتون حسمی. سبین جان چند عاشق دارد؟ راست. سلام علیکم بانوان عزیز. من سرش دیرکتری کمپانی فبریک هستم. امروز میخوام ظرف 3 هفته نای خودم رو بگیرم. این بانوان عزیز ظرف 3 هفته نای من با متد کوریم در مدت 5 کاتالوگ صاحب زبانی دیرکتر شدم. بانوان بسیار زیادی با من همکاری میکنن که آنها هم صاحب زبانی بسیار خوب شدن. اگر شما میخواهید در زندگی خود تغییر ایجاد کنید میتوانید با من همکاری کنید. من سرش دیرکتر میتوانم که با شما همش را بیاموزم. کار به پول تنها با تلفن، رجیستراسیون، ابوچنی، تحفه ها همش از طرف من. برای معلومات بیشتر میتوانید با نمرهایی که بر روی اکران هستند تماس بگیرید. همش رو برای شما میآموزم. موفقیت حق شماست. سلام تماشابینان عزیز، سلام همدیاران گرامی، سلام مردمی سربلند تاجیک. اینک برنامه بابا نبیره را کشاده اعلام می‌سازیم. امروز مهمون یکی از چهره‌های شناخته سامانه اینستاگرام سبین جان گشته ایم. تشکر زیاد بابای برفی و سینگروچکا. نبیره. خیلی هم خانه‌تون گرم دست میترسم که آب نشوم. نه آبم شدی خواهش کنم میکنه. در خانه شما خوک چوب میکنه نه؟ تشکر نبیرم که شما دن ما شما را خیلی انتظار بودم. سلامت باشی. که کی در ما رو میکوبید میدروید. ما به توفه نآمدیم. البته برای شما انامین قدر کوه و پشت رو تای کرده برای شما توفه بابای برفی رو برسانم. درونش همه چی داره. کلیت ماشین هم داره. کلیت ماشین داره خبر. تشکر. بابا جان کلیت ماشین گفتید؟ ای نبیرم خاک در سری پیری. در اینجا کلید نه بلکه کفترچه آوردم. افسوس که کفترچه ما در اینجا نمیخوریم. کفترچه تغم نباشه. مینا جان کفترچه تغم نباشه. خب خانم سبین جان شما آماده هستید که ما 1-2 سوال خویش رو به شما پیشکش نماییم و همچنین یک چند شرط. البته. بله آماده‌ام. خب حالا باشد از شرط ها آغاز میکنیم. نبیرم یا چی پرسم؟ مرحمت. اگر نپرسم دلم میکفه. مرحمت. تبش کمتر گرفته مبادا راضی نیست می از اومدن ما. نه بابا جان کمی نازک هستند. بابات به تو صدقه. اینقدر قاش و میجه زیبا، اینقدر لب و رخساره زیبا داری. بابا جان میترسم عاشق نشوم. به همین هم صدقه و بنده شدید البته حسن و جمال این رو بین. من دانم که شما تنها به خانم سبین جان عاشق شده باشید گپی دیگر آخر. این جوان ها مرا عاشق نکنند کی میکند؟ همون کمپیر بیبیه. تو نمیفهمی. خب بیا شرط رو آغاز کنیم. بله دیر نکرده شرط رو آغاز میکنیم و از نبیرمون خواهش میکنیم که یک تو رو کفاند باباش رو تلخ کف کرده کشد. با فکرم سوال پرید. نمیخواه که ما جواب چیه؟ نبیرم تو جوانتر کجا پرید؟ سوال کجا باشد؟ اینا نبیرم یافتم. یافته؟ البته یافتم در تقدیری من. خودت میخونی یا خونم؟ دیگه خونم. کنی خوندم. بابا جان شما کمک کنید خودشان میخونن. راست است که نام اصلی تو سبین جان نیو اوغلای است. این گفته است که نام اصلیتون رو شما شاید پنهان کردید و به هم سبین جان گفته اعلام کردید. شاید نامتون اوغلای باشه. نه اوغلای نیست. چی هست نام اصلیتون؟ لطافت باشه، آلوفته باشه، چی باشه؟ کارچه.
خب اگر خانم سبین جان در این برنامه نام اصلیشون رو نگویند پس همه دیگر او رو سبین جان نیو اوغلای میگه صدا میکنه. پس شما حق داره که نام اصلیتون رو بگید. امی کفترچه گفته صدا کنم در سوستاره. کفترچه. بله. یعنی نامتون رو نگفته. دوی مشروط سبین جان. مرحمت. دیستم اگه در کدام یگان چی نیسته؟ نخون ندارم. اونا میترسه. فقط دم کردی نه ترسیدی. کفاندنش میترسی. انا نبیرم من نکوب. من در اینجا. وای. خب مرحمت میبینیم که در این خب داخل پفک کدام سوال اومده باشن؟ مخلصی خودت زیاد است یا از دل 901 چیز نشگو نبیرم از شما زیاد است یا اینکه از دل 901 شما رو در کوچه ها بیشتر میشناسند یا کی دیگر که میدونم که دوشنبه کلون نیست همه را میشناسند بله همین ما حافظه نیستیم که ما مخلص داشته باشیم ما بلاگر ما خدمت ویدیو میکنم ما بسیار چیزام ای مسکو ای دیگه دولت ها دوشنبه خیلی ها بسیار همی یکم جا بریم نامونا میگیرن چی میکنن خیلی دیلی دختر خولم ما یادیگر ده چی نداریم بله رقابت ما نداریم یادیگر ده برای که ما در همین اینستاگرام 5-6 سال هستم دل 01 چی؟ دل 01 همین 1 سال شد یا 1.5 سال شد 2 سال ده همین خیلی شد اما چند سال در اینستاگرام هستم هر کس با خودش چی دارد لیکن ویم بسیار دوست می‌دارم البته وای ما اولادن شوخیم شوخیم با هیچ کار نداریم شما بیبی تو رفتگی ها بیبی من برای که شوخ بود بابا ما گرفته نه براشم شوخ برام بیبی تو حسمی نه خدا متاسفم رحمت باز چرا بیبیش رو میپرسید بابا جان باید میرفتم میدیدم خودشون کمی کرد نبیرم احسن جواب دادید با فکرم بله خب میگذاریم با سوال دیگر مرحمت بابا برفی خولیگم ده باز پرید این دفعه نپرید میترسم که بابات نپرد خب چی باشه؟ سبین جان چند عاشق دارد راستش را گویید این خیلی دختر زیبا با فکرم که از موی سرش زیاد عاشق دارد یافتا اون چیزی که تو میخواستی چرا افتی؟ 10 روز باز تو پریژیوت کرده سودایی که دکومنتوی هم بود شده است تو چیکار کنم او این رو بید در اینجا این برادری باورینو در یک مدتی که تو کوریت رو بود میکرده است در 3 روز تو میتونی دکومنتویت رو از گرانیستا گذاشته جابجا گردونی نخود راستی 10 روز میشید که از خونه برآمده نمیتونستیم نرخ چیپتو به نهایت گران این برادرمون بخه به نهایت کاری شما رو آسان کرد بله برادران با شما هم توصیه میدیم که شرکتی بخه در شهر مسکو میتواند که هر یکی شما که حجتاتون تمام شدگی بیاید خودش برای 100% بگذرانه بچه ببوارید نه چند تا هست اقلا با گوشی بابایتون گفتمانه چرا با گوشی شما؟ آخر شهر میدارد چرا با تماشا بیننده دیگرش میفهمد خفه میشود دیگرش میفهمد بابا جان میگوید که ندارم شما با این باور دارید؟ نه من عموما باور نمیکنم اصلا باور نمیکنم چون این زیبا سنم یک تا داره بله توی کی توی؟ او بابات میخواد تو رقص کند نبیرم بازی هم توی فرشیوی کریستر میخوای توی فرشیوی؟ توی فرشیوی؟ خب کی توی فرشیوی کرده باشنده ها؟ چند شیروسای خدا شما با فکرم توی فرشیوی داماد میسه در بری من روزی توی من دو میتیم که نبیره بای نفر نمی تانکی برویا در بری من ایسته زن دارد می فرزند دارد این خدا
بیبی مونا داری نه که با هممونا راست دیویژلی میکنی کو تو بچه خانه با عاشق شونه برم بچه خانه ده که میگم عاشق شویم انشالله پس از این برنامه ما پشتی درتون پچکه پچکه بچه های یاش میآید که اوچهشون مچک کرگی نیست دیگه همه مچک کرگی تشکر بسیار حمله برای ما شوخ بود است آخرین پفک ما مانده است مرحمت فقط طرفی باباش میزند که باباش ترکه کدامش بوده که چی در حیات کدامش ضرورتر است شوهر ماشین پول چی باید پول را نگاه کرده چشمات برق زد من پول دا اهمیت ندارم برای که پول داری بله ماشین داری بله شوهر نداری شوهر ندارم احتیاج داری بله کی خیلی نصیب جان گفتن که یک چیز رو عشق پنهانی میگویند نمیخواهد گوید خب کمی هم باشد گفتن خب یعنی این زمان در حیات برای خانم سبین جان ماشین پول مهم نیست تنها همسفر زندگی انشالله به این مراد و مقصد میرسم آمین آمین و برمیگردیم به قسمت دیگری برنامه ما که سوال های سال نوی بود یا اینکه این زمان بعد دادن سوال ها تماشابینان میفهمند مرحمت خب بابا جان این سوال ها آوازه و حقیقت نام گرفتند البته قسمتی برنامه ما بله خب سبین جان درست است که شما چند روز قبل صدمه کرده بودید همین خیلی آوازه است در شهر همین خیلی آوازه در کوه پشته به گوشی ما نیز رسید که یک دختر زیبا به صدمه گرفتار شده است بله با صدمه دچار شدم در کجا کی این حادثه رخ داد راستی همین سوال بسیاری ها داده استن در افیر هم در همه چی عصبم در میکنه ما روز 2 دکبر شب یادگانمون دیر رجدین داشت ما اکوای خونه شخص شروع کردیم سورپریزش کردیم گفتیم پگه که بگم جا میشینیم و رفتیم ایوجا برامدیم ام دیر رجدین دار رفت زینید کنید رستورانو را اموشینی ما در چی بود پیشی یا پرکده بود و در تاکسی شدیم 33 ده امروز 33 فقط هرچی گفته است اما و در تاکسی شدیم رفتیم طرفی یعنی 5 minut راه رفتیم اولی از سیتافرا سرخ گذشت گفتم سرخ نگذر دولنیم پس بود گفتم سرخ نگذر گفت کش ای خب کنه گفت خب کنه خیلی خب کده هم دیم سیتافر در گذشتن ده که همی در برمون کماز بود میگه من بچه کماز آمده است اهمیت نداد که همی دایاد میکم کماز ای برمون زد ما در پیشتگی بودم ارکفا سرختر دیگه چه خیلی که تمپراتورا کدو چی شد باید؟ بعد ارکفا تاکسی ها بودن این وینواد تاکسی 33 بود همون بچه که زد وینواد اوای بود کم از نبود وینواد اگر اخرام پاس داده باشید من رخش تاکسی را مونده بودم که کمتر اهمیت چین برای که ای او پرامون هم رخش تاکسی زدگی بود و یا دخترها نس مرشتگی بودن آورده بودن اما خیلی ضربه خورده من با سوستر شد مایم دامون بای دخترها و یا تازه دبانیسن این روز 20 دکبر و یا هم دبانیسن دو گونه های شما یادش دبانیسن یادش در خونه روزی یعنی راست است که شما رو با دست و پای شکسته و بیمار خانه بردن همون شما و دو گونه هایتون نه یگم جمون یگم تمام نشکست внутренний шидем дурнаки зарба хурдем دو گونه دیگه هم سرشون کافی این دستکوتا میبینم این همون صدمه پایش باشد بیچاره دخترک خدا را شکر که شما صحت سلامت امروز در بری باباتون هستید بله خب سبین جان گفتم میتوانیم که سال 2021 سال خوب بی‌قرار برای شما بود یا هست از سال 2021 من یکم شکایت ندارم خیلی آماده آخرش ده
کم تر شکایت دارم با امرم حاضی شکایت ندارم. خب مهم همش به خوبی پس سر شد. البته. یک سرود است تا توانی دوستان را گم مکن. میگفتید که در همین سال 2021 چند دوستی خود را از دست دادید، چند دوستتان خیانت کردند، چند دوستتان خبر بردند و خبر آوردند و عموما آنها را یعنی که از بر خود دور کردید. چنین هم بودم؟ بله چنین هم هست. میگفتید اگه چنین در حیات من بودن خیانتکار و خبرکش و درویه. بله بودن که یکی من اهمیت نمیتیم ایورا. من همشون بخت سپردگی من اهمیت نمیتیم. بهترین اون نفرای هستن که اخچون روزی نیستن و دیگر رو در لذت میکنن. نه بیرام در چشم چیزی در اومد. یا پوف کرده بی و خود چیزی هست. ای قنزن دستکات تبابت میکرده ساز شد. نبیرم سوال هست می؟ البته. مرحمت. خوب خانم سبین جان، مبادا روادو در آینده شوهر شما خوب انا همین با سامانه‌های اجتماعی در اومدن شما رو منع کند، شما چیکار میکنید؟ کدومش رو انتخاب میکنید؟ خب گپی شوهر رو یا اینکه خب با همین بلاگری خود ادامه میدهید؟ راستی در جانم زدگی و جمعی اینترنت شم اینستاگرام شم خیلی چند سال پیش بود همه چی را من ادکاز میکردم نه که همین اینستاگرام ادکاز نمیکردم نه که حاضر همین خیلی میخوام که 1 میلیون شود او دلیت کنم. چرا؟ 1 میلیون شود و شما او دلیت کنید؟ با من دیگه و بوتون در 95 اینستاگرام باز شود. نمیخوام که او دلیش کنم ای موبایل جبرا از قید حیات. استغفرالله. به شوهر به خانه بخت. نه به شوهرم نه. خب چی سبب است؟ چی سبب داره؟ دگان سببی هست؟ به سبب ما همین وقتش میفتم که من اصلا اینستاگرام ما که فروخته بودم مفتم نمیکشم. بعد آوازه در گوش آمد که هم چند شناسی خودم که خوب شد هرچی میگفتن و گفتم که من همه تونم میتونم گذاشته که من 1 میلیون میکنم و او دلیش میکنم. یعنی شرط کرده بوده. بله. سوالی من چنین است. سبین جان بیرم بسیار یک حسن دلفریب دارد، بسیار یک خانم زیبا هستید. چرا در یگان فیلم تاجیکی نقش نمیبازید که ما هم کوه پشت تماشا کنیم؟ راستی چند همه چیزا برآمدن چیزا همه رژیسورا یعنی شما رو به فیلم دعوت کردن؟ ها دعوت کردن. ما باید در همین تابستان یک فیلم میکردیم. من ادکاز کردم. چی سبب شد؟ سبب خیلی مخفی میمونه و اول راضی شدم بعد ادکاز کردم. خب چرا فیلم به شما پسند ناومد؟ نه یا فیلم اینکه مبلغش کم بود؟ نه همش ساز خوش میجاش بریزد نماند. شما فقط بچه را بینود میکنه نه؟ پس چرا یک خانم زیبا در فیلم نقش بازیدن رو به عهده نگرفت که ما تماشا کنیم؟ این یک چیز اولیوی است. ما نیز دخالت کردن نمیخواهیم همراهی نبرم و انا میوه افتی خاصیتی خوب نداره. بابا جان میوه افتیدن از خاصیت خوب نداره؟ بله. در کجا گفته؟ این میوه بیشتر چه خاصیت خوب نداره؟ است بغلطی خاصیت خوب نداره. ما افتم دیگر نمیخیزم ندارم. پای پریده. سوال دیگر هست می نبیرم. خب من سوال ندارم دیگر. ما یک سوال دارم جواب می گفته باشد می. با گوشمان رسید که همه شما قطعی همون خاله دخترتان ساز نیستید. تست جنگ و جنجال نیز میکنید. در حقیقت دشمنی هست می بین شما. با کی؟ بودی؟ بله. نه ما یکم بار جنگ شدیم. ما جنگی که یا دیگر نرو میشه. خیلی دیگر یا شپالاقی میزنه. چند روز با هم قهر میشه؟ چند روز نه نیم مینوت. 1 مینوت پس شما با آشتی میشه. خیلی ما جنگ خیلی نه.
ما یگان بار جنگ شدیم نه ما هر من یک جا کلان شدیم ما چه جنگ میکنیم در شبکه‌های اینترنت دیدم که او شوهر میکرده است با یک حافظ شهریاری دولت میگویند خانه‌دار میشده است. نه دروغه. ها دروغ می. ای خدا گرد دایی ما رو فریب میکنن. دروغه. خدا با شکر خوشم به همو جهنت کشال. خوش شما به همه کشال. ای خدا داشتی. خودت خط میزنی. دلیرم دارد؟ نه. دارد؟ گفت ندارم. نه دارد. یک نفری هست که بسیار مغزش میبینه دلیرم. حالی ایستاد اگر او بچه را مغزش میبینه. ای مرا فریب کرد. مرا در پیریم همین دختر چه فریب کرد. حالا از بیبی هم نمونید. بله از همون بیبیت نمون. هر کس کفترک خچه داره. بله کفترچه تقام میکشه. هر کس کفترک خچه داره و هم داره. خب فرجامی برنامه است. در فرجام که در اومد سال نو قرار داریم چی تمنا دارید؟ سال نو به همه شما مبارک باشد. هر جا باشید سربلند باشید. قطعی عاشقای خودتون باشین. عاشقای دیگر رو در لذت نکنین. این با فکرم کسی با رساندنی هم. بله رساندنی هم. امون دخترادن. خیلی بچه آدن. آباد باشین. سربلند باشین. ما نیز تمنا میکنیم که در سال 2022 شما را با تاج عروسی بینیم و در تویتان رقص و خرسندی کنیم. 2022 که عالی نه. 2023 بخیر. اگر بابات نمورد به توی تو حتما آمده رقص و بازی میکنیم. گفتگی که فقط نصیب گوید. بله نصیب. خب سربلند باشید. تماشابینان عزیز فرجام برنامه بابا و نبره است. خیر. تنسیت و خانه آباد باشید. خیر نبره های باباش. سلام دوستان عزیز، سلام برادرای عزیز. در کانال حکیم تیوی بسیار ویدیوهای عجایب و غرایب رفته شده است. این برادری ما در شهر فرانسه. اگر شما میخواهید که از همه ویدیوهای او باخبر باشید پس به اینجا حتما نظر کرده. از نام من سلام نوشتن و پادپیسات کردن و لایک گذاشتن رو هیچگاه فراموش نسازید.